میگه با کدام سرعت خردترین V0 سقا را ضربه بزنیم که سقا بیاید باز به همین نقطه‌ای که آویزان بندش رشتهش به همین نقطه بزنه تمام بشه. شرط فهمای با کدام سرعت V0 بزنیم درازه رشته L معلومه تمام هیچ دیگه معلوم نیست. L معلوم ما باید V0 بیایم که با کدام سرعت V0 بزنیم که بیاید در همین نقطه بر بخوره. هم خیلی است. انا ما چیکار میکنیم؟ ما درازه رسمون L معلومه V0 دادگه این رستجیم اینی تای مقصد رشته دراز نشوند نیوزنده و سبکه. سومای قوای ترنگی و قوای وزنی با جسم شتاب میبخشند. این معلومه خیلی ما میتونیم پست ما برابری نویسیم در شکل وکتوری نویسیم که ما برابری ت قوای ترنگی میتونه که در هر جا هر خیل باشه یا با اعتبار استاندارد کور جمعی mg یعنی قوای ترنگی میتونه که از کنج وابسته باشه و در یگان نقطه انا همیجده این نقطه دا فرض کردیم که قوای ترنگی رسمون دیگه با جسم تاثیر کردن بس میکنه یعنی رسمون آزاد میشه. فهمو؟ انا یکم وظیفه ما فرض میکنیم که انا ای کنج قطین ای کنج من میرم بگیم یکم فی هنگامی که انا همه کنج رسمون با عمود کنج فی رو تشکیل میده در همین وقت ما فرض میکنیم که قوای ترنگی رسمون نو میشه یعنی در همین وقت علاقه جسم شروع میکنه مثل جسمی تحت کنج پرتافته شده حرکت کنه. در همین وقت سرعت ما میدونیم که البته سرعت با اگر ای از روی دوره رادیوسش L حرکت کرده باشه سرعت با رادیوس پرپندیکولاره یعنی با تراجکتوری رسنده یعنی انا خیلی انا اینجا میگیم یگان V1 داریم و این اینجا هم اینجا که فی باشه اینجا هم چیه که میگه اینجا 90 مینوت فی اینجا با فی برای که آپشن این اینجا 90 های داشت این اینجا فی های فهمون این اینجا کنجی فی های یعنی در اینجا علاقه حرکت ما چگونه میشه؟ حرکت ما مثل آن که از انا همین نقطه بلندی یکم سنگ با سرعت V1 پرتوشیم تا حد کنجی فی نسبت به افق و همین سنگ اومد در این نقطه پایان زد. برای آموزش حرکت در اینجا ما تیر ایگریک و ایکس وارد میکنیم. این اینجا تیر ایگریک وارد میکنیم تیر ایکس اینجا وارد میکنیم و ادامه میتیم به حل کردن. بیا اگر همین نقطه که باید بیایا بزنه کو سنگم جرا 0 بگیم چی میشه؟ فرق نداره میتونه که جرا 0 بگیم اینجا که 0 بگیم ایکس 0 چی میشه؟ این اینجا میشه ایکس 0 هم که میشه ایکس 0 میشه که L سینوس فی. شما موافقین با همین چیز؟ اینه L اینه ایکس 0 میشه که L سینوس فی. ایگریک 0 چی میشه؟ این اینجا ایگریک 0 اینه اینجا ایگریک 0 یا که اینجا این میشه که ایگریک 0 برابری ما چه فهمیدید؟ او فی همون نقطه هست که در همون نقطه قوای ترنگی رسمون 0 میشه. این گپ در بدیه که بریم رو اومدیم. همون فی همون کنجک ما وظیفه اولیمون همون کنجک یگان خیلی افتن و اگر افتن و اگر پرابلم نیست برفی میفتن مدل دیگه اینه قانون بخواه انرژی در چه استفاده میبریم این ایره یعنی قانون دیو نیوتونه قانون بخواه انرژی یگام mg یگام h یگام v0 کادرات تقسیم 2 ولی ما میفهمونم خیلی ممکنه است نوشتن پروساتاک ولی ما میفهمونم اگه جا اومد بعد سیم کینماتیکا ولی سه سر کنیم کینماتیکا انا ما سه سر کنیم ایگریک 0 برابر چی میده L کوسینوسی فی انا значит مدل y از ت و x از ت را می نویسیم انا اینجا هم می نویسیم y برابری y 0 من چیه
L कोसिनुस फी प्लस V0 Y mon ce ai? Rangi V0 Y ki băt cu V0 sinus phi. V0 sinus phi پرکس همین در تلگی میشه V0 sinus phi برای که این مثل جسم همون کنج همون کنجه نسبت به افقه با مینوسی جی ت کوادرات تقسیم 2 x من چی میشه؟ x برابری x نورمال L سینوس فی انا که جد اهمیت کنید نگاه کنید سرعت در تیر x پرکس سرعت در تیر x میشه مینوسی V0 ت انا اینجا ت را فراموش نکنید ت بیا بنویسیمش خیلی V0 ت سینوسی فی انا L سینوسی فی مینوسی V1 کوسینوسی V1 ای V1 کوسینوسی با ت را فراموش کردیم مینوسی V1 ت کوسینوسی چی باید مینوسی برای که فهمیدین که x مون این طرف نیست این طرف است فهمو انا که شرطی آن که همین جسم بیاد در نقطه 0 بزنه شرط همه که یعنی هنگام ت برابر تاو شدن هم y 0 میشه و هم x مون 0 میشه هم خیلی است هم خیلی هست یعنی ما همیشه استفاده میبریم و با استفاده همیشه ما تاو در کار نیست چیزی چیه ما تاو گزارش میکنیم از مدل گوش که بچه گوش که برام بفهمی انا تاو گزارش میکنیم از مدل با ما در x y کم خیلی 0 میشه ما موارد کردیم ما مو یگان خیلی کده میویم هم خیلی است تمام یعنی همیشه چیزی ما باز استفاده میبریم و میویم یگان خیلی می نویسیم 0 برابری انا 0 برابری L کوسینوسی سی پلسی V1 ت نول برابری خیلی تاو همون ت اگه ت گفتیم موزه همون ت گفتیم بیو اینجا ت را بیایم چی میشه L سینوسی فی تقسیم V1 کوسینوسی فی هم خیلی میسته تنگ اسمت نیست دیگه وارد نمیکنیم بعد در جا میمونیم حاصل میکنیم L کوسینوسی فی پلوسی V1 سینوسی فی ضربی ت چی میشه؟ یه در L پیدا میشه این سینوس کوادرات میشه تقسیم V1 میشه با تقسیم کوسینوس فی میشه هم خیلی باز بس تنگ اسم وارد نمیکنیم پلوسی مینوسی یا که برابری جی تقسیم 2 ت کوادرات مون L کوادرات سینوس کوادرات فی تقسیم V1 کوادرات کوسینوسی فی کوسینوس کوادرات فی فرض میکنیم که کوسینوسی فی ما یگان خیل دلتا значит سینوسی فی مون چی میشه اتوماتیکی ریشه 1 مینوسی دلتا کوادرات هم خیلی است L فی L دلتا هم خیلی جمعی L برشه 1 طرح دلتا کوادرات یا سینوس کوادرات ایکو تقسیم دلتا هم خیلی و یک رفت برابری
GL kvadrat تقسیم 2 حال بست 1 مینوس دلتا کوادرات تقسیم چی؟ به یک کوادرات تقسیم به 1 کوادرات کوسینوس کوادرات فی های به 1 کوادرات حواظ میمونم میکوز میگیریمش با ای دلتا کوادرات هنه که بعد و یک اما در حال از آن مدل یک بنویسیم از مدل یک قانون دوم نیوتن در همون لحظه تنها قوه وزنی قوه تنگه ما گفتیم نول میشود در همون لحظه که کنج به فی برابر میشود قوه وزنی در پرویکسیش یعنی قوه وزنی ام جی برابر میشود با ام ا یعنی حرکت های تصدیق قوه وزنی تمام اوضاع چی از رسمون دیگه همین را پرویکتیو باید میکنیم در تیری در سمتی نرمال و سرعت یعنی در همین سمتی نرمال یعنی سمت n میگیم در همین سمت می نویسیم همین در سمتی n می نویسیم چطور مرکز را بشه کدام همون سمت میشه که m و در همون لحظه v همون لحظه چیه v1 کوادرات تقسیمی رادیوسی l هم خیلی است برابری mg را در همون سمت mg دیگه کنید کدام سمت mg بینید کدام سمت mg پرویکس چی میشه؟ انا بشه mg کوسینوس فی با کنج چسبیدگی کو هم خیلی است mg کوسینوس فی از همینجا در حال اگر v اگر بیاوریم پیدا کنیم v1 برابر میشه است با چی؟ gl کوسینوسی gl دلتا آفرین انا نه تمام کوسینوس فی اون دلتا بود هم خلاص یک کوادرات در همینجا ما جدا و یک داریم همینجا کوادرات تمام جای مونیمش دلتا خالی میمونم دلتا را میبریم تمام انا رفتیم اکو کم تر مدل قیمشه برای همون نگاه کنیم و خطا نکنم ال دلتا جمعی بیا الو را نگاه کنیم یا ازاد دو ازاد سه ازاد الو رفتم دلتا جمعی یک مینوسی دلتا کوادرات تقسیم دلتا اینجا قوسای برابری اینجا یک المون جی ال یک طرح دلتا کوادرات تقسیم دو دلتا کوادرات نگاه کنید دو دلتا کوادرات جی ال دلتا هم خیلی دلتا کوب جی ال دلتا را اوجه زرد جیل با جیل رفت یعنی ما میتونیم که خیلی قیمتی چرا بیاوریم دلتا چند گراد دوست بیاوریم کوسینوسا این مدل را یعنی اسمش ماتماتیکا همین قسمش اینجا دومشه دوم میتونیم انا که مدل را ما ضرب میزنم با دو دلتا کوب فهمیدین همش این میشه که دو دلتا تا درجه 4 با دو دلتا کوب ضرب زدیم جمعی این در میرسه دو دلتا کوادرات در حال ما با داخل قوس ضربش میزنم دو دلتا کوادرات مینوسی دو دلتا در درجه 4 خیریت ما یعنی ترسیس هستم ما گفتم مدل درجه 4 نشود که بدن بکوبیم دلتا درجه 4 برابری داوجه چی داریم؟ داوجه دو دلتا کوب نداریم داریم فقط یک مینوسی هم خیلی باید یک چیز دیگر با احمد دادن نکن که همین فیمو این اینجا انتخاب پیدا گیره فهمو؟ یعنی همیجا همین فیمو میتونه که از حدودهای 9 تا 90 گراد باشه در همین حدودها کوسینوس مثبت است هم خیلی است کوسینوس فیمو دلتا است یعنی دلتا موج اگر مدل کوادرات شود ما منفیش نمیگیریم فهمو؟ مثبت فقط میگیریم بس این مدل میریم این یکم چیزی که میره اینه دیم چیزی که میره دلتا کوادرات اوس ممکن مدل کوادرات نشه ها از اوزار نداریم کویال نه اعضای دلتا داری خالی نداریم سه دلتا این او طرف میره ها مینوس دلتا کوادرات پلس
3 دلتا کوادرات برابر 1. از همینجا دلتا را یافتیم که ریشه 1 تقسیم 3 یا که چه می نویسم چی ده؟ ریشه 3 تقسیم 3 دوم بدیم. یعنی ما دلتا را معین کردیم، پس کوسینوس هم معین کردیم. سینوس هم معین میکنیم یا برا سینوس من چی میشه؟ سینوس فیمون یک کوسینوس من سینوس فیمون میشه 1 مینوسی همین کوادرات 1 مینوسی 3 تقسیم 9 یا اینکه 9 کاری 3 چند؟ 6 تقسیم 9 چند میشه؟ 6 تقسیم 9 2 تقسیم 3 آبا چند؟ 2 تقسیم 3 انا سینوس فی را ما یافتیم. ایش 1 تقسیم میشه ایش انا سینوس کوسینوس یازم یعنی ما همین کنجا معین کردیم اگه و 1 هم یابیم معین میکنیم کدام و 1 قطعی اینجا کنج معلوم شد و 1 هم معین میکنیم که چند باشه که رفته در اینجا بزنه از این مدل ها و یا برگه این مدل ها را استفاده میبریم. یعنی بیو کدام مدل آسان بود اینه باید وقت داریم وقت با اسکلوچیت کردن در کار و 1 مکنی اینه و 1 مو در کار نیست یافتم یعنی و 1 مو برابر میشه دست با و 1 مو کوادراتش برابر میشه با جی ال او معلومه ال دلتا مو چی بود؟ جی ال تقسیم ریشه 3 هم خیلی انا و 1 معین کردیم و اینو را معین کردم آسان میشه اکاز باید سامی را در اینجا کار میکردیم میشه تو قدمی توسکا می نویسیم که از روی قانون بقای انرژیا و 1 برابر میشه با و می نویسیم و 1 با و 9 برابر میشه نه از بسید اینه بلندی ایکو بلندی که نمی جوی گیره در اینجا همین او رو نه بلندی چه 0 میگیریم 0 در اینجا انرژیا پتانسیلی 0 شرطا 0 میگیریم می نویسیم انرژیا کینتیکی ام و 0 کوادرات تقسیم 2 جمع انرژیا پتانسیلی 0 در اوجا بلندیش میشه ام جی نگاه کنید ال جمع ال کوسینوس فی understand تقسیم ام جی اش تقسیم چی نبوده جمع سرعت در هموجا ام و 1 کوادرات تقسیم 2 انا از همجا اگر و 1 بیاویم با 2 همه را ضرب میزنه میشه و 1 کوادرات برابر و 0 میویم میشه که و 0 کوادرات برابر و 1 کوادرات و 0 زیاد باشم باید پیلوسی 2 جی اش کلش هم فرمولا که و 0 کوادرات و 1 کوادرات پیلوسی 2 جی اش ایکو همو آیا اشمون ال 1 جمع کوسینوس فی تمام میمونه قیمت را و 1 کوادرات مون چیه؟ جی ال تقسیم ریشه 3 و 1 کوادرات جمع 2 جی ال 1 جمع با همون برابر سینوس هم در کار نیست سینوس ما در کار نشد می نویسیم جی ال از خاص میبریم فقط هم کایفسیم تو را جمع کردن در کار جی ال 1 تقسیم ریشه 3 جمع 2 نه اداره با داخلی جزر میزنم 2 جمع 2 تقسیم ریشه 3 2 جمع 2 تقسیم ریشه 3 1 تقسیم ریشه 3 جمع 2 تقسیم ریشه 3 میشه 3 تقسیم ریشه 3 جمع 2 значит GL در داخل قوس ریشه 3 جمع 3 تقسیم ریشه 3 نه 2 ریشه 3 2 تقسیم ریشه 3 جمع 1 تقسیم ریشه 3 میشه 3 تقسیم ریشه 3 از 3 تقسیم ریشه 3 میشه ریشه 3 3 خودش ریشه 3 ضرب ریشه 3 هست یا چه با پوینت میره انم خیلی انا مسئله آینده میگوید که تصور کنید که اگر کشتی کیهانی خیالی هسته که دل خو حرارت و فشار اتم باور است و همین کشتی کیهانی
از روی افتاب چرخ میزنه، از همه خودترین دور گردش هم امکان‌پذیر هم کشتی کمیرا میگه بیاین. یعنی خودترین دور گردشی انا همه کشتی را در اطراف افتاب یابین و شرح بتونین که شرح داده شود که چرا انا همین دور گردش از همه ده خودترینه، انا از دیگه خورد نمیشه. انا ما فرض میکنیم که یکم جسم انا کشتی کیهانی یا که یکم یکم جسمی که مساش نظر به مسای افتاب خیلی خورد است که با چون این جسم ها هم سیاره ها هم داخل میشن، یعنی انا این مسای همه جسم این مسای افتاب نظر به مسای افتاب خیلی خورد است و در اطراف افتاب چرخ میزنه از روی مدار دایروی رادیوسش اری خورد. بیاید دور گردش انا همین جسم اما میویم. برای میدونیم که کدام قوه از طرف افتاب به همه جسم تاثیر میکنه. این قوه جاذبه تاثیر میکنه و آن قوه جاذبه و جسم شتاب مرکز رو میبخشه. شتاب مرکز رو یا که شتاب نرمالی این. پس ما مینویسیم که MIN برابر است به GM این مسئله خیلی جسمه، این مسئله افتابه تقسیمی هنمی R کوادرات. از این مسئله اختصار میشن در جای IN میمونیم V کوادرات تقسیم R برابر GM تقسیم R کوادرات. خیلی رو هم اختصار میشن و خلاصه به دست میاریم که V کوادرات برابر میشد با GM تقسیم R. و ما میدونیم که اگر از روی مدار دایروی حرکت کنه جسم، پس دوری گردشش با سرعتش چونی علاقمند. دوری گردش این وقتی هست که در دوام همین وقت همین جسم یک گردش پورا میکنه، همین کشتی یعنی یک گردش پورا میکنه، در یک گردش پورا کردنش مسافت 2p اری خورده طی میکنه و همینجا با سرعت v حرکت میکنه. پس همین سرعت میشه که همین مسافت که در مدت یک دور گردش طی میکنه 2pr تقسیمی وقتی که یعنی همین مسافت رو طی میکنه دور گردش. فهمو؟ همین در کوادرات برابری g مسای افتاب تقسیم r و از همین اگر ما t را یابیم این میشه که ایرا چپانه میکنیم، ایرا هم چپانه میکنیم 2pr او طرف میره و کوادرات داره، t هم کوادرات داره. نه که وقتی تحت ریشه میگیریم چیزی که هست 2pr پایونده بود که او طرف میره بالا میره 2pr بیرونی ریشه دم است، در داخل ریشه است gm در داخل ریشه است r تقسیمی چی؟ g مسای افتاب. انا این دور لپشی دور گردشی انا همین جسم در اطراف افتاب و ما میبینیم که در همین جا gm 2p دویمیان از r متناسب راسته های، یعنی از r در درجه میبینیم که t متناسب راسته های با r در درجه ای r در درجه یک ای در درجه 1 تقسیم 2 یک جمع 1 تقسیم 2 میشه که 3 تقسیم 2 او خیلی است. این را ما میتونیم که از قانون سیمی کپلر بنویسیم. در وجه چیه؟ ت کوادرات برابر r کوب بود، هم خیلی بود متناسب r کوب بود. هم خیلی بود فکرم. اوکی نمیل از خیلی همین فرمولا ما قانونی سیمی کپلر را اثبات کرده میتونیم این از اینجا. همینجا میتونیم که اثبات کنیم. ت را در کوادرات برداریم. نه r کوب میشه و ت کوادرات r کوب. یعنی ما میدونیم که برای ت مینیمالی برای همه خودترین ت با ما اری مینیمالی در کار از همه در رادیوسی خوردی مدار، یعنی چقدر رادیوس مدار را خورد کنیم. یعنی ما میدونیم که رادیوس مدار ما از رادیوس افتاب خورد کردن نمیتونیم. فهمو؟ برای که نگاه کنید اگه افتاب کلان میکنیم این نزدیک رفت نزدیک چرخ است، اما باید مینیمالی ت را بیاریم. انا افتاب تصویر میکنیم خیلی تقریبا افتاب اینا میتونه که در نزدیکی های سطح افتاب پرواز کنه. فهمو؟ یعنی ایر هم قدر خورد میشه که نمیتونه که در درین افتاب با درین افتاب بزنه. تمام هم نزدیکی افتاب ده تو ایری کلو برابر ایری او در همینجا تقریبا
مثل بانکش در نزدیکی افتاب با یکم سرعتی با یکم در نزدیکی افتاب چرخ میزنه و دوری لپیشش میشه مینیمالی برای که ارش مینیمال میشه دور گردش شوخی یعنی تی مینیموم تی مین این میشه که برای همون چیز برای همون کشتی کیهانی این میشه که دو پی این میشه که دو پی اری افتاب میگه میرمو میگم اری افتاب اری یک میگم اری افتابه با در تحت ریشه اری یک تقسیم جی ای ام مسای افتابه اکی در اینجا گفتگیه که دمو الفا دودگه الفا اندازه کنجی افتاب اندازه کنجی افتاب از سطح زمین دودگه این روز ما در اول مثلا نگفتیم مثلا با ما اندازه کنجی افتاب از زمین دودگه رادیوس افتاب با ما دودگه نیست با ما میدونیم که اندازه کنجی چیه یعنی ما از زمین ایستاده اگر افتاب نگاه کنیم تحت یگان کنجی خورد اندازه کنجی افتاب یعنی میبینیم اینجا اگر افتاب ما بینیم این دیامتر افتاب میشود یا که دو ار میشود نه باشه اندازه کنجی که ما تحت همه کنج افتاب میبینیم اینو میگیم الفا و از فرم اخلی کنج استفاده میبریم که الفا برابر است با دو ار تقسیمی مسافه اینه نه مسافه بینی این مسافه بینی زمین افتاب اینو ما میگیم اری کلون پروست ار یعنی ای برابر است با رادیوس افتاب ار یک دو ار یک تقسیم ار هم خلاصه با ما یعنی ما با واسطه الفا که با ما معلوم است با مسافه بین زمین افتاب ما میتونیم که رادیوس افتاب معین کنیم که از جا ار یک برابر میشه و یعنی ما در جمع میگذاریم این برابر است با یعنی ما گفتیم که همین فرمولای دوری گردشی دل خو جسمی که ماسش نظر به ماس افتاب پیدا خورده شده میتونه فهمو که های فرمول ما گفتیم استفاده میبریم و در اینجا نوشتیم همه چیز برای زمین دور گردش زمین برابر 2 پی ار رادیوس مدار زمین که با مسافت بین زمین افتاب ار تقسیم جی ام مسافت افتاب همین کلام انا پس انا همین فرمول را در اینجا می نویسیم اما در جای ار یک رادیوس افتاب که با ما معلوم نیست از اینجا میگذاریم یعنی ار یک برابر است الفا ار تقسیم 2 بنویسیم تی مینیموم برابر است با الفا ار تقسیم 2 که باشه значит این میشه که پی الفا هم خیلی دو ار یک مون میشه که الفا ار پی الفا ار ریشه ار یک مون چشید الفا ار تقسیم 2 الفا ار تقسیم 2 این میشه که ار یک مون با تقسیم جی ام یعنی ما در جای ار یک الفا ار تقسیم 2 مون تمام و از این فرم دور گردش زمین ما گفتیم دور گردش زمین 365 شبانه روزه همین استفاده میبریم و تی مینیمومی انا همو کشتی که همونه با واسطه دور گردش زمین میبریم نه ما نگاه کنیم چیکار میکنیم تی از همه خورترین برابری نگاه کنیم پی دیدین پی ای ار همو اره یعنی رادیوسی مداری زمینه پی هسته ار هم هسته الفا نیست الفا را ما در اینجا می نویسیم بعد می نویسیم که 2 پی ار دو را اینجا موندم اینجا یک تقسیم 2 می نویسیم برای که دو باید اختصار شما در داخل ریشه می نویسیم که ار تقسیم جی ام با از ریشه دیگری در می نویسیم الفا تقسیم 2 هم خلاصه همون چیز می شود انا چی می شود نه چی می شود این می شود که تی زمین تمام دیدین نه تی مینیموم می شود برابری ای الفا تقسیم 2 ضربی و ریشه الفا تقسیم 2 ضربی تی زمین یا اینکه تی مینیمال نی برابر با تی زمین ضربی الفا تقسیم 2 درجهش 1 و جمعی 1 تقسیم 2 میشه 3 تقسیم 2